تصور کنید کشتی بسازید که تمام قوانین مرسوم رو به چالش بکشه، طوری که هر پیچ، هر موتور و هر دیواره پشت این غول‌های فلزی هزاران ساعت فکر، نبوغ و مهندسی نهفته شده باشه. هر تصمیم طراحی، هر محاسبه دقیق یک قدم دیگر به مرز ناممکن‌ها نزدیک‌تر می‌شوید. حفظ ثبات این غول فلزی بر روی آب با هزاران مسافر و خدمه در عمیق‌ترین و متلاطم‌ترین اقیانوس‌ها. این تنها ساخته کشتی نیست، این اثری از نبوغ انسانی است که مرزهای مهندسی را جابجا می‌کند. در سال 2015 در اقیانوس اتلانتیک موجودی فلزی متولد شد که مرزهای مهندسی دریایی را به چالش کشید. کشتی به نام انتم آف دی سیز، یکی از پیشرفته ترین کشتی‌های کلاس کوانتوم در تاریخ بشر. با 348 متر طول و 41 متر عرض، این غول آرام وزنی معادل 167,000 تن دارد و به وسیله 4 موتور عظیم دیزلی به سرعتی بیش از 22 ری دریایی میرسد، یعنی چیزی حدود 41 کیلومتر در ساعت. برای سازی با این ابعاد عددی باور نکردنی است. در دل این غول 16 حرشه‌ای بیش از 2091 کابین برای میزبانی از 4900 مسافر طراحی شده است. شهری شناور بر روی سطح دریا با 1300 خدمه که هر روز مثل ساعت هماهنگ‌ترین عملیات مهمانداری جهان را هدایت می‌کنند. اما عظمت انتم فقط در ابعادش خلاصه نمی شود. در دل این کشتی پارک های سرپوشیده، شبیه ساز پرواز آیفلای، دیوارهای سنگ‌نوردی، سالن اسکایوی 360 درجه، استخر موج مصنوعی فلورایدر و سینماهای غول‌آسا قرار دارد. امکاناتی که تا پیش از این تنها روی سطح زمین دیده می شدند. در آشپزخانه‌اش روزانه بیش از 15,000 وعده غذایی سرو می شود. از استیک های آمریکایی تا سوشی ژاپنی، تیمی از صدها سرآشپز در فضای عظیمتر از یک زمین فوتبال وعده هایی را آماده می کنند که هر کدام تجربه مجزا از فرهنگ های مختلف جهان است. انتم آف دی سی فقط یک کشتی نیست، یک سیستم پیچیده مهندسی است با هزاران سنسور و موتورهای هوشمند، سیستم پایش سوخت و طراحی آیرودینامیکی که مقاومت باد و امواج را تا حد ممکن کاهش می‌دهد. با هزینه حدود 750 میلیون یورو این سازه شناور نه فقط برای سفر ساخته شده، بلکه برای نمایش قدرت فناوری و جسارت انسان در تسلط بر اقیانوس هاست. چیز جالبی که داشتیم راجعش دقت می‌کردیم تعداد اتاقاش بود. دیدی چی شد؟ 2900 تا تو حالا 3000 تا اتاق توی یه هتل شناور روی آب به اسم انتم آف دی سی داخل کشتی. اومدیم اینو ایرانیزش کردیم ببینیم خفن ترین هتل داخلی خودمون چیه که طبیعتا اسپیناس پلاسه. اسپیناس پلاس فقط 400 تا اتاق داره. انتم آف دی سی 2900 تا اتاق داره و نکته جالبش اینه سویت‌های بالکن دارش که اکثرا دنبالشن بین 1500 تا 2000 دلار هفتگی قیمتشه. یعنی به پول خودمون میشه چیزی اولش مثلا 200 خورده میلیون تومان ما تو هفته. ولی ناگفته نماند که این فقط 5مین کشتی لیست ماست. باشیم بریم سراغ 4می ببینیم چه خبره. در جایگاه 4 لیست ما اویشن آف دی سیز آرام ظاهر می شود، اما در دلش طوفانی از مهندسی پنهان دارد. با وزنی در حدود 168,666 تن، طولی نزدیک به 348 متر و عرضی در حدود 41 متر و 18 عرشه مسافری و بیش از 2091 کابین در دل خود جای داده است. ظرفیت پایش 4180 مسافر است و در لحظات شلوغ ممکن است تعداد مسافران به 4900 نفر برسد. همراهی 1300 خدمه شیفت به شیفت این سازه را عظیم‌تر و زنده نگه می‌دارد.
اما اهمیت اویشن فراتر از اعداد است. از تجربه شبیه ساز پرش آزاد تا شبیه ساز موج سواری و تجربه فضای بزرگ داخلی به نام سیپلکس تا رستوران ها و امکاناتی که به کشتی جانی تازه می دهد. این غول شناور نه فقط برای سفر بلکه برای تجربه‌ای که هیچ کشتی دیگری نتوانسته کاوشش کند ساخته شده. این هیولای گرسنه در کمتر از 24 ساعت سوختی معادل با 180,000 گالون یعنی 681,374 لیتر سوخت میبلد. ببین همه این نکتهاش که جالب بود، سوختش نظر منو واقعیت خیلی جلب کرد. 180,000 گالون که میشه 680,000 لیتره. حالا گفتیم آقا اینو بیایم درکشو از خودمون یه مقدار راحت‌تر کنیم. با جی پی تی مشورت ریز گرفتم ازش، مقایسه کرده با پراید خودمون، میگه که سوخت 24 ساعت این کشتی معادل با روشن بودن یه پراید تو 13 سال. یعنی شما یه پراید باید 13 سال روشن بذاری که 24 ساعت سوخت اینو مشابهش بشه. بریم سراغ کشتی بعدی ببینیم چه خبره. و حالا میرسیم به سومین کشتی از لیست، هارمونی آف د سیز، با طولی بیش از 362 متر و وزنی بالغ بر 226,000 تن. سیستم رانش این کشتی شامل 3 موتور دیزلی و 3 پروانه عظیم است که در مجموع نزدیک به 100,000 اسب بخار قدرت تولید می کنند. عددی که برای به حرکت درآوردن چنین کشتی عظیمی قطعاً کافی است. این کشتی با 18 طبقه و 2700 کابین قابلیت میزبانی از 6780 مسافر را دارد. در زمان رونمایی هارمونی آف د سیز عنوان بزرگترین کشتی مسافربری جهان را از آن خود کرد. در هر سفر میلیون‌ها درآمد مستقیم برای شرکت رویال کارابیان به همراه دارد، با میانگین حضور بیش از 6,000 توریست در هر مسیر. در حالی که بیش از 2300 خدمه از آشپزها تا مهندسان به صورت 24 ساعته در خدمت عملکرد بی‌نقص این غول هستند. این کشتی دارای 20 رستوران با سرویس یوال و 23 بار و 4 استخر اصلی است که هر کدام با طراحی خاص تجربه متفاوت از دریا ارائه می‌دهند. یکی از دیگر بخش‌های جذاب این کشتی تفریحی نمایش‌های آبی و پرش‌های حرفه‌ای از ارتفاع است. غذاها در مقیاسی عظیم تهیه می‌شوند. روزانه بیش از 150 تن مواد غذایی برای مسافران سرو می‌شود و یخچال‌های مرکزی توان نگهداری چند ده تن مواد خوراکی را دارند. یکی از نوآوری‌های این کشتی 2 ربات بارتندر در رباتیک بار است که نوشیدنی‌ها را با دقت و میلیمتری مخلوط می‌کنند. این ترکیبی از سرگرمی و فناوری در اوج لوکس بودن است. ولی کشتی بعدی، آیکون آف د سیز، رتبه 4 از لیست ما انتظارها را بالاتر می‌برد. 150 تن مواد غذایی تو یه روز. درست شنیدیم که 150 تن مواد غذایی میشه حدود 30,000 عدد غذا در طول روز تو کشتی وسط آب. حالا اینو مثلا بیایم مقایسهش کنیم با مثلا خفن ترینای ایران که یکیش نایب، قطعا نایب در طول روز طبیعتا توی بهترین شعبش 2000 تا 3000 تا غذا میتونه سرو کنه دیگه. طبیعتا دیگه اینا در طول روز 30,000 عدد غذا تولید میکنن وسط آب، یعنی حدود 10,000 تا قرص نان، 5,000 تا تخم مرغ، 5 تن لابستر. اصلا یه وضعیتی 3 تن فقط اینا دارن سالمون مصرف میکنن. بی صبرانه منتظر بودم کشتی بعدی چه خبره. چگونه میتوان کشتی با بیش از 2400 کابین و 23 طبقه تفریحی ساخت و همچنان ایمنی و تعادل آن حفظ شود؟ چه سیستم هایی برای پیشرانش، تهویه و مدیریت انرژی استفاده شده تا بیش از 7600 مسافر و 2300 خدمه را در آبهای آزاد با امنیت کامل جابجا کنند؟ طول این کشتی 365 متر و عرض آن 66 متر می باشد که این خود یک رکورد در ساخت کشتی‌های کروز به شمار می آید.
قدرت موتور و پیشران این کشتی عظیم بیش از 150,000 اسب بخار معادل با 150 خودروی بوگاتی است. این ابرسازه وزنی بالغ بر 250,000 تن معادل با 2500 خودروی سواری را دارد. مصرف سوخت این کشتی حدود 250,000 لیتر در 24 ساعت است. برای درک بهتر، این مقدار سوخت تقریباً معادل 4,000 خودروی سواری در یک روز به شمار می آید. درآمد ماهانه کمپانی رویال کارابیان از کشتی آیکون آف دی سیز حدود 10 تا 12 میلیون دلار می باشد. این کشتی یک پارک با مساحت واقعی و تفریحات متنوع و جذاب را در خود جای داده است. برخی از امکانات شاخص این کشتی استخرها و سرسره ها هستند. 4 استخر بزرگ، 5 سرسره آبی، آبشارهای تفریحی و مناطق بازی کودکان، فضاهای فعالیت داخلی، ورزشگاه‌ها، پیست اسکیت، سالن بولینگ، فضای بازی خانوادگی سیپلکس، بارها، 20 بار و لوکیشن مختلف برای نوشیدن و استراحت و کازینوها با امکانات پیشرفته و بازی‌های مدرن در این کشتی تفریحی تعبیه شدند. و حالا بریم به سراغ اقامتگاه‌ها و سویت‌های لوکس این کشتی. Ultimate Family Town House. امکانات این اقامتگاه لوکس شامل 3 طبقه، ظرفیت 8 نفر، جکوزی، سینما، اتاق کاراوکه، تراس اختصاصی، حدود 75,000 دلار در هفته. رویال لافت سویت 2 طبقه، ظرفیت 6 نفر، تراس با جکوزی، هزینه بین 3,000 تا 11,000 دلار بسته به فصل‌های گوناگون دارد. فکر می‌کنید آیکون آف دی سیز اوج همه چیز است؟ کشتی که هم لوکس، هم غول‌پیکر، هم رکورد شکن است؟ شاید. ولی آنچه در کشتی بعد شاهد آن خواهید بود، استانداردهای مهندسی و لوکس بودن را باز هم جابجا خواهد کرد. اطلاعاتی که راجع به 4 تا کشتی که دیدیم تا به اینجای ویدیو خیلی باحال بود. جزئیاتش واقعا قابل انتظار نبود. 150 تن غذا و فلان اصلا کاری نداریم. این کشتی آخر ولی کاملا توی لیگ دیگه است. یه توضیح مختصر مفید راجع به ابعادش من به شما بدم. 5 تا زمین فوتبال رو باید طول و عرضی بخوایم حساب کنیم، بچینیم پشت سر همدیگه، یا آبی دریاییشو بخوایم حساب کنیم. 3 تا کشتی تایتانیک که عظمتی داشته دوره خودش باید بچینیم پشت سر همدیگه تا فقط طول و عرض این کشتی آخر دستمون بیاد. جدا از این، یه موضوع خیلی باحالی که از ویدیوهای بعدی در رابطه با عظیم‌ترین سدهای جهانه که می‌خوایم بسازیمش. پیشنهاد میدم اصلا دست از ویدیوهای باحال و جذابیه. طبیعتاً دور نشیم بحثمون، بریم سراغ رنک 1 جدولمون، استار آف دی سیز. و حالا نقطه اوج. اینجا استار آف دی سیز است، آخرین ایستگاه ما و شاید جسورانه ترین پاسخ انسان به دریا. جایی که هر موج نه فقط آب بلکه بازتاب نبوغ مهندسی بشر را در خودش حمل می کند. اما سوال اینجاست، چطور چنین غولی روی آب شناور می ماند؟ Toxic love, look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. با طولی نزدیک به 365 متر و وزنی بیش از 250,000 تن، این کشتی مثل یک شهر شناور است.
ظرفیتی برای بیش از 7600 مسافر و 2300 خدمه دارد، یعنی تقریباً 10,000 نفر که روی یک سازه فلزی در حال حرکت و زندگی هستند. سوال اینجاست، این همه انسان در وسط اقیانوس آب از کجا می آورند؟ پاسخ در فناوری خیره کننده آب شیرین کنهای غول‌پیکر نهفته است. سیستم هایی که روزانه بیش از 1.5 میلیون لیتر آب از دریا می گیرند و با اسمز معکوس و تبخیر و تراکم آن را به آبی زلال تبدیل می کنند. این کشتی خودکفاست. بازیافت آبهای خاکستری و تصفیه مداوم کاری کرده که حتی وسط اقیانوس هم کمبود حس نشود. اما پشت این لوکسگرایی مهندسی خالص ایستاده. موتورهای LNG که کم صدا، پرقدرت و پاکتر از همیشه‌اند. بزرگترین پارک آبی شناور جهان روی این کشتی قرار دارد. سرسره هایی که از چندین طبقه پایین می آیند، استخرهایی که بی انتها به نظر می رسند و محیطی برای اسکی روی یخ در وسط اقیانوس. اما بیایید نگاهی به اعداد بیاندازیم. روزانه هزاران بستنی، هزاران پرس استیک و صدها ماهی تازه و هزاران لیتر نوشیدنی سرو می شود. آشپزخانه های صنعتی شبانه روزی کار می کنند تا چیزی کم نباشد. انرژی، خوراک، آب، سرگرمی، همه در مقیاسی که فقط در رویاها ممکن است. بریم به سراغ لوکس ترین تجربه های این کشتی. سویت های 3 طبقه با جکوزی خصوصی و تراس های اختصاصی. برند های مثل دیور، شانل، پرادا، گوچی، رولکس و کارتیر در بوتیک های درون کشتی حضور دارند. هر خرید خودش یک تجربه سطح بالاست، جای بین سفر دریایی و زندگی اشرافی. حالا ما به آخرین کشتی لیستمان رسیدیم، اما سوال واقعی اینجاست، آیا واقعا این نقطه پایان است؟ شاید فکر کنی بعد از این دیگر چیزی شگفت‌انگیزتر وجود ندارد، ولی تو اشتباه میکنی. زیرا هر موجی که دریا به ساحل میفرستد یادآور یک راز جدید است و ما قصد داریم همه آن رازها را کشف کنیم، یکی یکی. پس اگر میخواهی در این سفر با ما باشی، همین حالا دنبال کن. ما تازه از ساحل جدا شده ایم. مرسی که ما رو دنبال میکنید.